کنارم باشی. من یه خونه خشک و خالیم. امروز اراده من بود که من و طاهات دوست عزیزم اومدیم بیرون و تو این شب واقعا بوی عطر بهار نارنج، خیلی فضای خوبی اینجا پیچیده. جای شما خالی؟ بگیم میخوام یه اراده بدشون بدم. بریم؟ یا بله. عینک هم شکست. شب خوبی بود. اراده پرتاب. Do it! Just do it! اراده یعنی هر چی محکم‌تر باشه ارادت قوی تره. اسپلندید یه پیام داده. کاستوم دیز مود ایز آن. جریان الکترومغناطیسی. امید نظر تو در مورد امید چیه؟ امید چیز کنده پلخمون خوبیه. اراده جق زدنه. جق در زندگی بسیار مفید و حائز اهمیت است. این انسان که جق میزند قد رسا بلند و تحرک زیادی دارد، پرش‌های بلند و پای دراز، جمع اعصاب قوی و سیستم بدن مقاوم، دو دستی بالای مثانه رو میکوبه، بدن آهنی فولادی انقدر جغ زده بدنش سنگ شده، روحیه بسیار بشاش، زیبا، چشمان نافذ و دماغ کیری فرم داره. این اغلب از غذای مردم استفاده میکنن به عنوان یک لقمه. انواع و اقسام جغ‌ها رو یاد داره. چپ و راست، حالا چپ و راست، چپ و راست، چپ و راست، چپ و راست، بالا پایین، بالا پایین. نمیاد بابا، تموم شد. بله تموم میشه. تو که خودت انقدر نمیشه خندم میگیری. همون طرف نگاه کن. اینا همه اراده کردن که وایسن، هیچ کنم نمیدونن تو فوتبال. حالا من بگیر. سلام. تو که خودت این همه راجع به اراده از دیگران میپرسی، بگو اراده کردن یعنی چی؟ برای اراده من چند تا میخوام مثال بزنم. اراده این که شما در خیلی شاد زندگی میکنی، یه دفعه یکی میاد میگه که مثلا تا کامپیوترتو جمع کن بشین درس بخون. خب این خودش اراده است که بشین درستون بخونی. سوال بعدی نه. حالا فواید و معایب اراده چیه؟ فواید و معایب والا همش که معایبه. خب عقیده من اصلا فواید نداره، ولی که مثلا کلا معایبه. شما که وقتی خامه میخورید خونه، خب یاد شکلات نمیافتین؟ خودش اصلا معایب اراده است. عقیده من اراده فایده جز
جز نفس کشیدن نمیره. شما وقتی امید دارین فقط دارین اراده میکنین، ولی وقتی امید ندارین فقط دارین خامه میکنین. دو تکس دارم. من برم یه تحقیقات دیگه بکنم. خب در مورد اراده. خدا نگهدار. بچه ها من اصلا نمیدونم ربط بین اراده و خامه چیه. حالا من میخوام برم امشب تا صبح دعا کنم. نظرتون در مورد اراده چیه؟ اراده چیز خوبیه. توضیحات بیشتر. نظرتون در مورد اراده چیه؟ اراده خیلی چیز بدیه، اصلا سراغش نریم. نظرتون در مورد اراده چیه؟ اراده این از زامبیا در مورد فلسفه زندگی توضیح بده. آره کورم کرده. تمام شد دیگه. چه خبر حسین؟ هیچ خبر خیلی. زومبیا حمله کرد. سلام. نظر شما در مورد اراده چیست؟ اراده خیلی چیز خوبیه. سلام. میشه بیشتر توضیح بدین؟ آره. فلسفه اراده چیست؟ فلسفه اراده در ماه وجود داره. یه اون بالاست، اون بالا دیدینش؟ اراده است. من نمیبینم. یا پیاده است. کو؟ اون خود اراده. کو؟ اون اراده. من نمیبینم. سینوس امتحانات دهن ما رو سرویس کردم. ترم 2 سخت‌تر هم شدن. چیزی کردی؟ خب پسر از لحاظ زیادی غیر قابل باور بود.